سلام، با برنامه سرزمین من در خدمت شما هستیم. قسمت دوم شهرستان چابهار. امیدوارم که از قسمت اول خوشتون اومده باشه و مطمئنم خوشتون اومده باشه، چون چابهار جاییه که هر کسی میاد ساکن زاهدان هستم. کار موسیقی انجام میدم. هر چند وقتی سعی میکنیم مثلا سالی یه بار یا دو بار آخرای سال مخصوصا این سمت بیام، چون هوای بسیار خوبی داره. به واسطه دوستای عزیزم که اینجا هستن و راهنمایی میکنن ما رو، سعی کردیم جاهای بکر اینجا رو بریم. کوههای مینیاتوری رو دیدیم، بسیار زیبا بود. تو کار خودم میگم به من خیلی ایده داد. اومدیم به یکی از این تپه ماسه‌های زیبای دریای مکران یا همون دریای عمان. مطمئنم گردشگرای ما بیان به چابهار و این تپه ماسه‌ها رو ببینن که در حاشیه دریا وجود داره، میتونن یک ساحل نوردی زیبا داشته باشن و لذت ببرن. انور صابری هستم، مربی تیم کوهنوردی پاسارگاد. برای برنامه ساحل نوردی و تمرینات کوهنوردیمون با توجه به اینکه سال پرترافیکی رو در پیش داریم، به ساحل چابهار اومدیم تا تمریناتمون رو در قالب ساحل نوردی ادامه بدیم. از اقصا نقاط کشور کوهنوردای همراه ما هستند و برای تمریناتشون
در این فصل ساحل چابهار رو انتخاب کردن به دلیل اینکه آب و هوای بسیار خوبی داره در این فصل و همچنین ساحل بسیار بکری داره این منطقه. به نظر من چابهار یکی از بهترین مکانهاییه که توریستا تو این زمان میتونن ازش استفاده بکنن. ساحلی که ما توی چابهار داریم ساحل بسیار تمیز و بسیار بکره و در واقع یکی از نقاط کشور که شما میتونین دریای آزاد رو داشته باشین و از این منطقه استفاده بهینه رو ببرید. صخره‌های مرجانی رو داریم ما در این منطقه که اینها در ساحل دریا گسترده شده هستند به خاطر اون به قول معروف فرسایش مرجان‌ها و پیشروی آب دریا به وجود اومدن که وقتی که این آب دریا به این صخره‌ها برخورد میکنه طول این موج‌ها به 5 متر هم میرسه. تپه گلفشان رو داریم در شهرستان چابهار که بسیار جذاب و دیدنی هستش. برای منی که اهل همین استانم و بومی اینجا به نوعی هستم، البته اهل سراوان هستم، بسیار مهمه که دعوت کنم از مردم این کشور که بیان و این مناطق رو ببینن، سیستان بلوچستان رو ببینن، چابهار رو ببینن، جاهای زیباش و خصوصا مردمش رو، مردم انعطاف پذیری که داره تو چابهار، مردم اهل مدارایی رو که داره، چون برای ما بسیار مهمه مردم این استان که یک تصویر واقعی از مردم ما برای مردم کشور، مردم هموطنان دیگرمون تابونده بشه، یک تصویر واقعی تر. همطور که در ابتدا هم عرض کردم گفتم چابهار یک مجموعه کاملی از فرهنگ و تاریخ و مسائل گردشگری و تفریحی هستش و اگر هر کدوم از هموطنان ما به این منطقه سفر بکنن در واقع یک تجربه بسیار خوبی بر سفرهای خودشون افزودن و قطعاً و 100% در بازگشت از این سفر دیدن از چابهار و این منطقه رو به همه دوستان خودشون پیشنهاد خواهند کرد و مردم چابهار مردم بسیار خونگرم و صمیمی و مهمان نواز هستند که در بازدید از منطقه چابهار در سفر به این منطقه این موضوع رو حتما شما مشاهده خواهید کرد. یکی از جذابیت‌های خوب برای خانواده‌ها بازاره. چابهار به دلیل دسترسی به آب‌های آزاد از بازارها و مجتمع تجاری خوبی برخورداره که قطعاً فضای خوبی رو برای خرید خانواده‌ها به وجود میاره.